در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی رو نشکستی. اینگونه چرا در پی اثبات خدایم؟ همسایه ما گشنه و ما سر بخوابه. در خلقت ما راز و مهموی خدا چیست؟ انسان خودشو اینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کم کعبه اعمال خودت باش، چنگ بن خوبت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه خواب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. شاید که بوده در رسط ذهن منو توست. باید بوده خود با نم باران خدا شوست. گویی که خدا نزدیکتر از خون و رگی گردنمان است. والله که خدا قدرت پرواز پرنده است، یا غرش به وقت یک شعر درنده است. اونجا که نهنگ پای ماهی سر جنگ است، در ذهن خود اینگونه نگویم که خدا کیست. دستان خدا در تنه‌ای خشک درخت است. آیا تو بگو درک خدا مشکل و سخت است؟ گر خوب شناسی تو اگر نور خدا رو، سالم برسانی به هدف زورق خود رو. گر خوب شناسی تو اگر نور خدا رو، سالم برسانی به هدف زورق